این یکی از دهها جدای شهر کابل است که زنان در آن گدایی میکنند. گرچه وزیر امور زنان در آغاز امسال در هفته حسابدهی گفت که در همکاری با چندین نهاد دیگر جمع‌آوری زنان گدا را از جاده‌های شهر کابل آغاز می‌کند، اما در حالی که از آن وعده 7 ماه می‌گذرد، بر علاوه اینکه این زنان گدا جمع‌آوری نشده‌اند، بل با گذشت هر روز به شمار آنان افزوده می‌شود. سخنگوی وزارت امور زنان علت عملی نشدن این وعده‌ها را تغییر راهکار این وزارت می‌خواند. میخواهیم برای از اینا با کمک سرامی آشتی یک محوطی، یک سرپناهی تهیه بکنیم. بعد از اینکه جمع‌آوری کردیم، تفکیک کردیم که کدام ها واقعا گداها هستند و کدام ها حرفه‌ای هستند. بعد از تفکیک و طبقه بندیشان به یک محوطی بیاریم، برشان پیشه های بیاموزیم و از طریق همین پیشه ها اینا خودکفا شوند و بر اطفالشان کودکستان و مکاتب سردست گرفته شود که اینمی حدود 24 ارگان است که باید در این قسمت کار کنه که اونا قدرت اجرایی دارن. ما صرف هماهنگ کننده و نظارت کننده و پالیسی ساز است. سخنگوی وزارت امور زنان میگوید که این وزارت بر بنیاد تجربه سال گذشته میخواهد برنامه مؤثر را روی دست بگیرد تا بتواند در دراز مدت در وضعیت زنان تغییر مثبت ایجاد کند و جنگ های گذشته را از عوامل افزایش فقر و مشکلات در میان زنان میخواند. موږ داسې پلان په اساس غواړو ښځه ټول کړو چې هغې وي ته موږ حرفه او مسلک هم ورکړو او وروسته له هغې چې حرفه او مسلک زده کړي هغو ته کار زمینه مساعده شي او که ځینې ښځې وغواړي چې خپل کار شروع کړي هغې ته باید کوچني قرضې هم مساعدې وشي. نو دې دپاره دا وارې موږ د ټولو وزارتخانو او د نړیوال ټولنې سره په ګډه همغږي کې په پلان باندې کار کړی چې هغه پروسه نیایي شوې ده او ډېر ژر به انشاءالله د هغې تطبیق پیل شي. تعداد زن گدا، تعداد زن مورد تجاوز قرار گرفته، تعداد زنی که میسوزاند، تعداد زنی که زده و کشته میشه، در حالی که میلیون ها دلار برای وزارتخانه داده میشه و وزیرش که ببینی، موترش ببینی، لباسش ببینی، فکر میکنی که یک شاهزاده آمریکایی است که در اینجا افغانستان آمده. در حالی که شماری از نهادها برای تحقق بخشیدن حقوق زنان در افغانستان فعالیت میکنند، اما رقم زیاد گداهای زن در جاده‌ها توجه شهروندان کابل را به خود جلب کرده است که نبود زمینه اشتغال برای مردم یکی از علتهای افزایش گداها خوانده می شود. این یکی از دهها جدای شهر کابل است که زنان در آن گدایی می کنند. گرچه وزیر امور زنان در آغاز امسال در هفته حسابدهی گفت که در همکاری با چندین نهاد دیگر جمع‌آوری زنان گدا را از جاده‌های شهر کابل آغاز می‌کند، اما در حالی که از آن وعده 7 ماه می‌گذرد، بر علاوه اینکه این زنان گدا جمع‌آوری نشده‌اند، ما حرفه‌ای هستند. بعد از تفکیک و طبقه بندیشان به یک محوطی بیاریم، برشان پیشه های بیاموزیم و از طریق همین پیشه ها اینا خودکفا شوند و بر اطفالشان کودکستان و مکاتب سردست گرفته شود که اینمی حدود 24 ارگان است که باید در این قسمت کار کنه که اونا قدرت اجرایی دارن. ما صرف هماهنگ کننده و نظارت کننده و پالیسی ساز است. سخنگوی وزارت امور زنان میگوید که این وزارت بر بنیاد تجربه سال گذشته میخواهد برنامه مؤثر را روی دست بگیرد تا بتواند در دراز مدت در وضعیت زنان تغییر مثبت ایجاد کند و جنگ های گذشته را از عوامل افزایش فقر و مشکلات در میان زنان میخواند. موږ داسې یو پلان په اساس غواړو ښځه ټول کړو چې هغې وي ته موږ حرفه او مسلک هم ورکړو او وروسته له هغې چې حرفه او مسلک زده کړي هغو ته کار زمینه مساعده شي او که ځینې ښځې وغواړي چې خپل کار شروع کړي هغې ته باید کوچني قرضې هم مساعدې وشي. نو دې دپاره دا وارې موږ د ټولو وزارتخانو او د نړیوال ټولنې سره په ګډه همغږي کې په پلان باندې کار کړی چې هغه پروسه بل با گذشت هر روز به شمار آنان افزوده می شود. سخنگوی وزارت امور زنان علت عملی نشدن این وعده‌ها را تغییر راهکار این وزارت می‌خواند. میخواهیم برای از اینا با کمک سرامی آشتی یک محوطی، یک سرپناهی تهیه بکنیم. بعد از اینکه جمع‌آوری کردیم، تفکیک کردیم که کدام ها واقعا گداها هستند و کدام